سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. ما امروز اومدیم بهتون آموزش کشیده کردن صفحه کال آف دیوتی موبایل یا به اصطلاح آیپد ویو رو بهتون بدیم در موبایل. فقط بچه‌ها این ویدیو دو تا نکته داره. یکی این که اول هادتون رو درست کنین، اول هادتون رو همون دو انگشتی بذارین باشه، بعد دوباره وقتی آیپد ویو میکنین درست کنین، چون هاد قبلیتون مثلا مپتون یکم بوشه تره، چون صفحه کشیده میشه مپتون از اون چیدمانتون میره بیرون. خب بچه لایک و ساب و زنگوله رو فراموش نکنین. ما میریم تو کالاف. از اینکه کامل کالاف لود شد، ما این سه نقطه بغل گوشی رو میگیریم، رو کالاف نگه میداریم، این گزینه رو فشار میدیم، گزینه اپ پایین سومی، اینو ما فشار میدیم. چه میدونم، یه لحظه وایسین. به اصطلاح مثلا الکترو صفحه گوشی رو اینوری میکنین و این کالاف رو میگیرین، به این صورت میکشین و صفحه گوشیتون آیپد به اصطلاح آیپد ویو میشه. الان نگاه کنین بهتون قشنگ توضیح میدم. یعنی بچه این صفحه بازی من الان یکم کشیده تره، برای این قشنگ راحت میتونین بهتر بازی کنین. خب بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه از این آموزش. برای آموزش بعدی حتما لایک و ساب کنید.